واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته این برنامه دوستان عزیز، برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی، خدمت شما تعدادی از احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کردم که بیان کننده عده از احکام و آداب قضای حاجت بود که انسان وقتی که برای قضای حاجت می رود باید چی احکام را مراعات کنه. و این قسمت آخر این برنامه، این باب قضای حاجت است که در این قسمت هم تعدادی از احکام و آدابی که در احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده خدمت شما دوستان عزیز تقدیم میکنم. از جمله این احکام و آداب این است که انسان وقتی که برای قضای حاجت میره باید خود را از انظار و دید مردم پت کنه، دور بره، یا در جای بوده باشه که ستر بوده باشه که کسی عورتی از او را نبینه، جای بند بوده باشه و جای نبوده باشه که مکشوف و آزاد باشه که هر کس او را مشاهده کرده بتونه. در این مورد هم احادیث متعددی وارد شده، از آن جمله حدیثی است که از صحابی جلیل القدر مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت میکنه که ایشان فرمودند قال للنبی صلی الله علیه و سلم خذ الاداوه، که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای قضای حاجت تشریف بردند و برای من گفتند که اداوه را نظر خود بگی. اداوه آن ظرف و اینایی را گفته میشه که از جلد، از پوست حیوانات ساخته شده است و در داخل از او آب گرفته میشد و این از جمله وسایل آبگیری قدیمی بود که شاید فعلا موجود نباشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت مغیره بن شعبه امر کردند که این اداوه را، این ظرف آب را نزد خود نگاه کن. فانطلق حتی توارى عنی فقضى حاجته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتند تا که از چشمان ما پنهان شدند، یعنی اینقدر دور رفتند که از چشمان ما پنهان شدند. بعد از او قضای حاجت خود را انجام دادند و قضای حاجت نمودند. این حدیث دوستان عزیز بر این امر دلالت میکنه که فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بوده که وقتی که به خاطر قضای حاجت تشریف میبردند بسیار جای دور میرفتند تا که کس آنها را مشاهده نکنه. و همچنین حدیث دیگری ابو داود رحمت الله علیه از حضرت جابر بن عبدالله روایت میکنه که ایشان فرمودند کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراه احد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که قصد قضای حاجت کلان خود را میکردند دور میرفتند تا که هیچ کسی او را مشاهده نمیکرد. و در احادیث دیگری امر آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقت قضای حاجت به دور رفتن و همچنین به ستره گرفتن که انسان باید در جای مستور قضای حاجت کنه به این چیز امر کردن. همچنانه که در حدیثی که امام احمد و ابو داود و ابن ماجه رحمت الله علیهم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من اتى الغائط فلیستتر. کسی که برای قضای حاجت میروه باید ستر بکنه، جا خود را پنهان بکنه. فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. اگر در دشت و بیابانی بوده باشه هیچ چیزی نباشه که خود را ستر کنه، باید یک کومی از ریگ برای خود جور کنه و پشت خود را طرفی از او بگردانه تا که کسی او را مشاهده کرده نتونه. پس این اقوال و افعال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه دلالت به این میکند که
در وقت قضای حاجت سطر کردن واجب است و اگر در داخل شهر و بنا بوده باشه باید در جای مخصصی که برای ازش جور شده که کسی او را دیده نمیتونه در اونجا قضای حاجت کنه و اگر در دشت و بیابان بوده باشه باید اینقدر دور بره که هیچ کس او را دیده نتونه، از انظار و از مشاهده مردم خود را دور کنه. و همچنین حدیث دیگری از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من اتى الغائط فلیستتر، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که برای قضای حاجت میاد باید ستر بکنه، خود را پتو پنهان کنه از مشاهده و دید مردم. این حدیث را هم ابو داود روایت میکنه و مجموع حدیث به این دلیل میکنه که این کار در داخل بنیان، در داخل شهر و قریه و ده امر واجبی است و اما در دشت، در بیابان دور رفتن امر واجبی است، اما ستره گرفتن امر مستحب است. چون در حدیث ابو هریره در آخرش میگه که فمن فعل فقد احسن و من لا فلا حرج، که در دشت بیابان اگر ستره میگیره، بعضی که خود را دور میکنه اگر ستره هم میگیره این کار خوب است، اگر نکرد فلا حرج و اشکالی نداره. و همچنین از آداب قضای حاجت دوستان عزیز این است که انسان باید در وقت قضای حاجت خود را از این چیز دور کنه که پیشابی از او در بدنی از او یا در کالای از او اصابت نکنه، که او را فقها به نام استنزاه من البول ذکر میکنن. عبارت استنزاه من البول یعنی باید از رسیدن پیشاب به کالا یا به جسمش خودداری کنه، کوشش کنه که پیشابی از او در کالا و در جسمش نرسه، چون این امر منجر به این میشه که کالا و جسمی از او بینماز شوه. بعضی که کالا یا جسمی از او بینماز شد در اون حالت اگر نماز بخونه نماز از او قبول نمیشه که رکن دومی اسلامی از او قبول نمیشه و این کار سبب از این میشه که در قبر این شخص عذاب شوه، چون در حدیث متعددی آمده که بیشترین اسباب عذاب قبر است که انسان از پیشاب خودداری نکنه. در این مورد هم دوستان عزیز احادیث متعددی آمده، از آن جمله حدیث است که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. استنزهوا یعنی اطلب النزاهه، شما دوری بجویید از رسیدن پیشاب به جسمتان یا به کالایتان دوری بجویید. کوشش بکنید که وقتی که قضای حاجت میکنید پیشابتان در کالایتان یا در جسمتان اصابت نکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فان عامه عذاب القبر منه، بیشترین عذاب قبر یا زیادترین اسباب از عذاب قبر از امیست که انسان کالای پیشاب از او در کالای یا در جسمش اصابت کنه. منه یعنی به سبب اصابت کردن پیشاب در جسم و یا در کالاست. این حدیث هم دوستان عزیز به امور متعددی دلالت میکنه. اول امی که دلالت به این میکنه که واجب است که انسان در وقت پیشاب کردن از رسیدن پیشاب به کالا و یا به جسمی از او خودداری کنه و این امر یک امر واجبی است. و دلالت به این هم میکنه که یکی از اسباب عذاب قبر، از اینکه انسان مسلمان در قبر خود عذاب میشه، همیست که انسان از پیشاب خود، رسیدن پیشاب در کالا و در قبر، در جانش، در جسمش خودداری نکنه و انسان مهمل و به اهتمامی بوده باشه. چون در حدیث دیگری که در صحیحین، در صحیح مسلم و در صحیح بخاری روایت شده از صحابی جلیل قدر عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که ایشان فرمودند مر النبی صلی الله علیه و سلم علی قبرین فقال انهما لا يعذبان و ما يعذبان فی کبیر. پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نزد دو قبر تیر شدند، میگذشتند. ایشان فرمودند که این اصحاب این دو قبر عذاب میشن، در حالی که در یک گناه بزرگ عذاب نمیشن. و ما يعذبان فی کبیر یعنی در گناهی که اونها خودشان این گناه را گناه کبیره نمیشمارند، در نزد آنها از باب اهمال و از باب بی‌پروایی گناه کبیره شمرده نمیشه، در حالی که او در نزد خدا گناه کبیره است. و یا اینکه در گناهی که اجتناب از او کاری بزرگ و کلانی نیست، یعنی هر کس میتونه که از او اجتناب بکنه به سادگی و آسانگی، لیکن اینها از باب از اینکه که مهمل هستند، بی‌پروا هستند، از این کار اجتناب نمیکنن، با او خاطر از در قبرشان عذاب میشوند. بعضی پیامبر صلی الله علیه و فرمودند که یکی از این دو شخص
عادتش این بوده که سخنچینی میکرده، نمام بوده، سخن یکی را به دیگر میبرده، دیگر را به دیگر، و در بین مردم نزاعات و اختلافات را میانداخته. و شخص دیگری کان لا یستنزه من البول، از پیشاب خود استنزاه خودداری نمیکرده، همیشه پیشابش در کالا و در لباسش و در جانش اصابت میکرده. به این خاطر این شخص در قبرشان عذاب میشوند. و این حدیث دلالت به این هم میکنه که عذاب قبر حق است و انسان مسلمان به خاطر گناهی که در دنیا انجام میده در قبر عذاب میشه. و همچنین دلالت به این میکنه که بول انسان نجیس و ناپاک است. وقتی که بول پیشاب در کالای انسان و در جسم انسان اصابت میکنه باید پاک شود و توسط آب شسته شود. و همچنین دلالت به این میکنه که ملامسه بول، دست زدن در پیشاب، امر محرم و ناجایز است. درست نیست که انسان در پیشاب خود دست بزنه. و مراد از بول در این حدیث بول خود انسان است. استنزه من البول، چون در اولش الف لام آمده به این معنی که بول خود انسان. اما بول حیوانات آیا ناجایز است؟ در این مورد هم از جمله ابن حجر و بعض علما قولشون به این است که بول حیوانات هم به این ملحق و پیوست میشه و انسان وقتی که خود را از بول حیوانات هم اجتناب خودداری نمیکنه و هم سبب ازی میشه که در قبرش عذاب شود. اما در مورد پیشاب حیوانات مأکول اللحم عده از علما اختلاف دارن، قائل به این هستند که حیوانات گوشتشان خورده میشه پیشابشان هم ناپاک و حرام نیست. اگر در این کالای انسان اصابت میکنه کالای از اون ناپاک نمیشه. و از جمله این حدیث هم حدیثی است که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اکثر عذاب القبر من البول، بیشترین عذاب قبر سببش پیشاب است که پیشاب در کالا و در جسم انسان اصابت میکنه و در نتیجه کالا و جسم از او بینماز میشه و در نتیجه که او نماز میخونه نماز از او قبول نمیشه، لذا در قبر سبب ازی میشه که در قبر این شخص عذاب شود. و این حدیث هم مثل حدیث اول دلالت به این میکنه که عذاب قبر حق است و همچنین اجتناب کردن از پیشاب، از رسیدن پیشاب امری لازمی و ضروری است و حرام است که در کالای انسان و در جسم انسان پیشاب بزنه و با او را دوباره پاک نکنه و نشویه. و در مورد ازی که پیغمبر آیا اجتناب کردن این کار محرم است یا محرم نیست، آیا این کار از جمله گناه کبیره است یا گناه کبیره نیست، یعنی که انسان وقتی که در جسمش پیشاب میزنه در کالایش پیشاب میزنه او را پاک نمیکنه، آیا این کار از جمله گناه کبیره است یا نیست؟ جمهور علما به این نظر هستند که چون وعیدی که در این احادیث آمده، احادیث متعددی وعید دلالت به این میکنه که این کار گناه کبیره است. کسی که به این کار مبتلا میشه برای ذل لازم است که خود را پاک کنه و توبه بکنه. و اما این که در حدیث عبدالله ابن عباس آمده که و ما یعذبان فی کبیر، گفتیم که مطلب و مرام از او است که این گناه در نزد اون شخص خودش کبیر نیست، اون شخص خودش به اعتقاد خودی از او این را گناه کبیر نمیشمرد، لیکن در نزد الله متعال گناه کبیر است. و تعلیل دومی که علما کردن این است که این کار اجتناب از این کار یک چیزی کلان و بزرگی نیست، هر کس میتونه که از این کار اجتناب کنه، لیکن با وجود از او هم از باب اهمال و از باب بی‌پروایی اینها از این چیز اجتناب نمیکردن، لذا در قبرشان عذاب شدن. دوستان عزیز، یک میانه برنامه کوتاه میبینیم، بعد از او خدمت شما هستیم با احکام جدیدی، آداب جدیدی از آداب قضای حاجت. با ما باشید. الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة.
أتانا بهادي الكتاب المبين. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به همسایت نیکی کن تا از مؤمنان باشی. من الظلمة بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان عزیز، در باب آداب قضای حاجت در آخرین نقطه از ما قرار دادیم و او این که انسان وقتی که به خاطر قضای حاجت می رود، از جمله آداب قضای حاجت این است که بعد از قضای حاجت باید استنجا بکنه و استنجا یا توسط آب میشه و یا توسط سنگ و یا کلوخ و یا چیزهایی که قائم مقامی سنگ کلوخ است که کاغذهایی که به خاطر این چیز جور شده است و توسط از اینها استنجا میشه و استنجا کردن از جمله آداب قضای حاجت است و در این مورد هم احادیث زیادی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. از آن جمله حدیث است که عبدالله انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. انس بن مالک رضی الله عنه می فرمایند که پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل بیت الخلا می شدند، به خاطر قضای حاجت خود می رفتند. فاحمل انا و غلام نحوی، من و یک غلام پسر بچه‌ای که مانند من بود می برداشتیم اداوة من ماء، ظرفی از آب را. گفتیم اداوه یک نوع ظرفی است که از جلد از پوست ساخته میشه، داخل از او آب گرفته میشه، این را با خود می برداشتیم. و عنزة و همچنین عصایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم این را با خود می برداشتیم و منتظر می بودیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم قضای حاجت خود را انجام بده. فیستنجی بالماء، بعد از او پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی که قضای حاجت خود را انجام میداد به آب استنجا میکردند. فاحمل انا و غلام نحوی، غلام پسر بچه‌ای را گفته میشه که از عمر 7 سالگی تا به اینکه ریش و بروت از او برای او را غلام گفته میشه، تا 15 و 16 سالگی او را غلام گفته میشه. و از باب مجاز بعضیا به بچه‌های کلان هم غلام میگن، هر پسر بچه‌ای که بوده باشه چه کلان چه خرد غلام میگن. و در اینجا حضرت انس بن مالک میگه که فاحمل انا و غلام نحوی، غلامی که مانند ما بود، یعنی مانند ما همسن ما بود یا مانند ما خادم پیغمبر خدا بود که خدمتگزار پیغمبر خدا بود. و در مورد این غلام در بعضی روایت ها آمده، علما گفتن که این شخص عبدالله بن مسعود بود، چون عبدالله بن مسعود در احادیث میگه که صاحب سواد نبی صلی الله علیه و سلم بود، یعنی صاحب مسواک و صاحب نعلین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همیشه نعلین پیغمبر خدا و مسواک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا را با خود می برداشت و در این مجال خدمت پیغمبر خدا را انجام میداد. و بعضی علما گفتن که مراد از غلام در اینجا حضرت ابو هریره بود و در بعضی اقوال آمده که حضرت جابر بن عبدالله بود. به هر صورت حضرت انس بن مالک میگه که ما 2 نفر بودیم، خدمت پیغمبر خدا را میکردیم، یکی از ما ظرف آب پیغمبر خدا را با خود میگرفت و دیگری عنزه پیغمبر. عنزه عصایی را گفته میشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خود را میورداشت، یا عصا بوده، در بعضی روایات میگه که رمح بوده، رمح بوده و در بعضی روایات میگه که عصا بوده. به هر حال پیغمبر خدا او را با خود میورداشت، چون بعد از اینکه وضو میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز انجام میدادن و در وقت نماز انجام دادن این عنزه، این عصا را ستره خود قرار میدادن. پیغمبر حضرت ابو هریره حضرت انس بن مالک میگه که فیستنجی بالماء، بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قضای حاجت خود را انجام میداد به آب استنجا میکردن. و این حدیث هم اولا دلالت به این میکند که استخدام پسر بچه ها در جواز داره. اگر کسی که پسر بچه را من حیث خادم و من حیث خدمتگزار خود میگیره اشکالی نداره. و همچنین دلالت به این میکنه که استنجا با آب یک امر ثابت است، میشه که انسان با آب استنجا بکنه. و رأی جمهور علما است که افضل و بهتر است که انسان در بین هر دو چیز جمع بکنه، هم با سنگ یا چیزی که مشابه سنگ کلوخ است یا چیزی که قائم مقام سنگ است هم با او استنجا کنه و هم با آب استنجا کنه.
و اگر به یکش اکتفا بکنه باز به آب بهتر است. اما اگر به سنگ یا به چیزی که قائم مقام سنگ است به او اکتفا بکنه اشکالی نداره، چون احادیث وارد شده از پیامبر صلی الله علیه و سلم که این آیه‌ای که فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین در مورد اهل قبا نازل شده. وقتی که از اهل قبا پرسیده شد که پیامبر صلی الله علیه و پرسید که این آیه در مورد شما به چه خاطر نازل شده، ایشان فرمودند که انا نتبع الحجاره الماء، به خاطر از اینکه ما همیشه وقتی که استنجا میکنیم بعد از اینکه خود را با سنگ پاک میکنیم با آب هم پاک میکنیم. و همچنین حدیث دیگری ابو داود روایت میکنه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه که اهل قباء بعد از اینکه خود را با آب با سنگ پاک میکردن بعد از دوباره با آب استنجا میکردن، لذا الله متعال در شأن آنها این آیات را نازل کرد و این دلالت به این میکنه که افضل و بهتر است که انسان اول خود را با سنگ و یا با چیزی که جای سنگ را میگیره با او پاک کنه و بعد از او با آب استنجا بکنه. و همچنین از جمله آداب استنجا هم با خود آدابی داره. آداب استنجا است که باید انسان به دست راست خود استنجا نکنه و همچنین وقتی که استنجا میکنه با سنگ اگر استنجا میکنه یا با کاغذ استنجا میکنه باید 3 بار استعمال کنه او را با 3 سنگ یا با 3 کاغذ. و همچنین از جمله آداب استنجا است که باید با استخوان و یا با پارو استنجا نکنه و این همه در حدیث سلمان فارسی که ما قبلا خواندیم که نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نستقبل القبلة ببول او غائط او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. این آداب در حدیث بیان شده که از جمله آداب استنجا است که انسان باید به دست راست خود، پیامبر صلی الله علیه و آله کرده که ما به دست راست خود استنجا کنیم و همچنین از این من کرده که وقتی که استنجا میکنیم از 3 چیز باید کمتر نبوده باشه، از 3 سنگ و همچنین به استخوان و همچنین به پارو باید استنجا نکنیم. و حدیث دیگری هم در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده، همچنانه که امام بخاری روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله بن مسعود روایت میکنه که ایشان فرمودند اتى النبي صلی الله علیه و سلم الغائط فامرني ان آتیه ب3 احجار، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای قضای حاجت تشریف بردند. حضرت عبدالله بن مسعود میگه که مرا امر کردند که ما 3 سنگ را برای از او آماده کنم. فوجدت حجرین ولم اجد ثالثا فاتیته بروثه، ما 2 سنگ را یافتم و سومی را پیدا نکردم، به جای سنگ سوم یک پارو را خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آوردم. فاخذهما والقى الروثه، پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن 2 سنگ را گرفتند و پارو را او طرف انداختند و فرمودند ائتینی بغیرها، تو به جای از این سنگ دیگری برای ما پیدا کن و بیار. و در مورد پارو فرمودند که هذا ریجتون، این چیزی ناپلید است، این چیز سبب پاکی شده نمیتونم. این حدیث هم دلالت به این میکنه که باید انسان با 3 سنگ استنجا را انجام بده و همچنین با پارو استنجا نکنه. و همچنین رأی جمهور علماست و اکثر علما به می رأی هستند که با 3 سنگ بهتر است که با 3 سنگ انسان استنجا بکنه و اگر با 3 سنگ پاک نشد از او هم بیشتر کرده میتونه. لیکن بعضی علما به این قول هستند که 3 سنگ شرط نیست، انسان تا که پاک میشه خدا پاک میکنه، اگر با 1 سنگ پاک شد یا 2 سنگ پاک شد یا 3 سنگ پاک شد خدا پاک میکنه و 3 سنگ شرط نیست. و در این مورد هم حدیث دیگری از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستتب ب3 احجار فانها تجزئ عنه، وقتی که یکی از شما برای قضای حاجت میره باید خود را با 3 سنگ پاک کنه. وقتی این کار را کرد این کار او را کفایت میکنه، با 3 سنگ پاک کردن کفایت میکنه. و همچنین حدیث دیگری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى ان یستنجى بعظم او روث، که پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند که انسان ها به عظم، به استخوان یا به پارو استنجا کنند.
و فرمودن انهما لا یطهران، که آنها پاک نمیکنند. و در مورد ازی که با پارو و با استخوان چرا منع شده، چند علتی در احادیث متعددی آمده. همچنان که در این حدیث آمده که انهما لا یطهرون، اینا پاک کننده نیستند، چون در حدیث دیگری که قبلا خواندیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن انه رجس در مورد پارو که پلیدی است. پس به خاطر از اینکه چون خودش پلید است و پاک نمیکنه پارو، لذا پاک کننده نیست، با او جواز نداره. و همچنین استخوان یک چیز لشم است، پاک کننده نیست، لذا با او استنجا کردن جواز نداره. و در حدیث دیگری آمده که جنیات از پیامبر صلی الله علیه و سلم تقاضا کردن که تو امت خود را منع کنی با عظم، با استخوان و همچنین با پارو استنجا نکنن، چون پارو غذای حیوانات ماست و عظم غذای خود ماست، لذا ما از این چیز استفاده میکنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم امت خود را از این چیز منع کردن تا که جنیات از این استفاده کنن. جنیات خودشان از پارو، از استخوان و حیواناتشان از پارو استفاده کرده بتانن. این بود دوستان عزیز احادیثی که تعلق میگرفت با آداب و احکام قضای حاجت، که آداب متعددی در پرتو احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردیم. که خلاصه ای بود که انسان وقتی که به خاطر قضای حاجت میره، اولا با پای راست خود در حمام داخل شود، در جایی که قضای حاجت میره پای راست خود داخل شود. بعد از او وقتی که داخل میشه باید دعایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، این را بخونه. و بعد داخل حمام وقتی که میشه باید از سخن گفتن پرهیز بکنه، سخن نگویه. و همچنان وقتی که داخل به خاطر قضای حاجت میره باید با خود چیزی را حمل نکنه که در اون نام الله متعال بوده باشه، ذکر الله متعال بوده باشه. و همچنین وقتی که از قضای حاجت بیرون میشه باید دعایی که در حدیث از پیامبر صلی الله علیه و وارد است، غفرانک، این دعا را بخونه. و همچنین وقتی برای قضای حاجت میره باید در جای پت و پنهان بره و خود را از انظار مردم دور بکنه. و همچنین در وقت قضای حاجت کوشش بکنه که پیشاب از او در جسم از او در کالای از او اصابت نکنه. و همچنین وقتی که قضای حاجت خود را پر کرد باید خود را با استنجا پاک کنه. و افضل است که در استنجا باید اول خود را با سنگ یا کلوخ یا آن چیزی که کاغذی که مهیا به این چیز شده است با او پاک کنه و بعد از او با آب استنجا بکنه. و این بود خلاصه این احکام و آداب که در پرتو احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک دو قسمت خدمت شما تقدیم کردم. و در اینجا خداحافظی میکنیم تا دیدار آینده و احکام جدید و احادیث جدید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.